بفرمایید شما نظرت چیه؟ به تشکر ستاره اتابکی خواهی نداره. خیلی ممنونم. میخواید حالا تشریف بیاد امتحان بفرمایید. درود بر شما آقای عزیزم. سلام علیکم. سلام قربان. خسته نباشید اتابکی. من میخواستم اینه عرض کنم که شما واقعا لیاقت ریاست جمهوری داری، اما نه با اون شعاری که خودتان میگفتی، با این شعار. بله شما بس اون وقتون صحبت میکنیم به جای اینکه از بالا صحبت بکنیم. الو بفرمایید خواهش میکنم. حالتون خوبه؟ جانم بفرمایید. من در تایید حرفای شما میخواستم بگم که بله شما اگه حرفو از اونجاتون میزنی قربان که چش دل بنده روشن. تا بیننده شما بفرمایید. سلام آقای اتابکی. سلام قربان. حال شما خوبه؟ ممنونم ازم بفرمایید. من یه سوال داشتم. بفرمایید. اینم شعور یکی دیگه. شما بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. درود بر شما جناب اتابکی. درود بر شما ازم قربان شما بفرمایید. من ایرانی، رئیس جمهور ایرانی جناب اتابکی. قربان شما. شما بزرگوار ایرانی. من اون خواهرتو گاهی درود بر شما بفرمایید. این آقا هم دارن شامشون رو تهیه میکنن برای باقی افراد فامیلشون. درود شما بفرمایید. وقت هدر میدی، وقت رو تلف میکنید. بفرمایید عزیزم. به 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 به. خب دیگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله. الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین. به. خب دیگه منتظرم. به اینم آخرش بود، حسن ختامش بود. بله بله. خب بینندگان شما بفرمایید. آقای اتابکی در مسترا رو ببر خفه شو. بله خیلی ممنون. اینم یک بانوی پیشرفته و تحصیل کرده متاسفانه همخون ما. بفرمایید. آقای اتابکی جانم. حال شما خوبه؟ محمدتون خوبم. من میخواستم یک سوال رو، دو تا سوال داشتم. بفرمایید. من یک سوالی داشتم. بفرمایید. حالا استراکچر این چطوری خواهد؟ من سوالم دوباره بگم. در مورد پارلمان ایران سوال داشتید. بفرمایید. بله. این آقا دیر از کجاشون صحبت میکنن؟ میرن از شما بفرمایید. بر شما بفرمایید عزیزم. درود بفرمایید عزیزم. سلام کردم. سلام قربان. شما چرا قیافت اینقدر کیریه؟ مردی که احمق بیشور. درود بر آقا اتابکی؟ بله. کیرم تو سیبیلت. مردی که بیشور احمق. ای تو که اصلا نه خواهر داری، نه مادر داری، نه زن بچه داری، نه اصلا انسانی، یک حیوان به تمام معنی. نه آقای اتابکی جانم. من کیرم تو سیبیلت. بله. خب بعدی ها شعورشون از پس کجاشون اومده من نمیدونم. ای بابا. بیننده عزیز. بله اینم یکی از اونایی که شعورش رو به همه ثابت کرد. الو بفرمایید. آقا اتابکی؟ بله بفرمایید. بله. حالا بریم سراغ تلفن دیگه. درود بر شما بفرمایید عزیزم. بله ایشون هم باز زیادی خود از اونوری صحبت میکنه. بفرمایید خواهش میکنم. بله ایشون هم مثل که خیلی احساساتی شد. بفرمایید. آقای اتابکی بفرمایید. من کیرم تو چونت. با مردم بیشور گاوی واقعا وجود دارن که اصلا اینا واقعا شعور بو نکردن، یعنی اونم داستان خودش رو داره. بفرمایید خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. ماشاءالله میخواستم بگم عکس شما رو مسترا گذاشته. شما بفرمایید. اینا ما ساعت عوض کردیم بازم کشف کردن که چه ساعتی. بفرمایید عزیزم. بله. شما بفرمایید عزیزم. بله شما بفرمایید. اینا چه زرنگم. مثلا شما بفرمایید. الو بفرمایید.
درود بر شما. درود بر شما. خواستم بگم که شما فهمیده جان. الو صدا میاد؟ شما فهمید. درود بر شما. درود بر شما. خب یه کم کم اینا دارن خسته میکنن ما رو که یهو پاشنه دهنم بکشم، هرچی از دهنم در میاد و هرچی آدم بیشعور بگم. خیلی ممنون. بفهمه خواهش میکنم. شعر قزوینی یه وقت ممکنه خطرناک بشه. بابا اینم که چقدر خورده امشب. شما بزن. درود بر شما. درود بر شما عزیزم. آقای عطاپگی شما. شما فهمید عزیزم. بله ایشون هم مثل زیادی خربزه خورده یا هر کاری کرده من نمیدونم. خودت خبری بدی. الو جانم. الو. بله این آقام که اصلا یه به قدری ورزش خواهوز که پای بادیون بله درود بر شما. بفهمی خواهش میکنم. الو سلام آقای عطاپگی. جانم بفهمی. درود بر شما. ممنونم. درود بر شما. آقای عطاپگی شما باز این آقایونه ببینید این یک سوال خیلی جدی داشتم. بله بله گوش بدین. بله بله امیدوارم همه این سوالایی بینندگان عزیز همتون سوال خیلی جدی آقا رو شنیدی. ایشون مثل نمیدونم حالا خورناس میکشید نمیدونم چیکارایی میکنین. سوال جدیشون بود. امیدوارم که باقی جوانهای مملکت ما مسائل جدی یه خود ازشون جدی تر باشه. نکنه ما برای اینی که بعضمون انقدر خرابه. نه آقای عطاپگی جانم بفهمی. عطاپگی الو بفهمی. بله ایشون هم زیادی آبگوش خورده. شما بفهمی. خیلی خوب. شما فهمید عزیزم. بله آبگوشت هم کمتر بخورن. شما بسیار عالی. دیگه چیز دیگه هم دارید بگی؟ همین می‌خواستم خیلی ممنون. گفتید خیلی شوتی. خب دیگه اینم حالا دیگه عقل و شعور خودتون رو رسون. الو بفهمی. آقا سلام. سلام علیکم. خوب آقای عطاپگی. محمدی خدا روزهای عزاداریه یه نوار مذهبی بگذارید خودتونم بذارید متأثر کراوات سیاهی بزنید اینجا بشینید. داری قربان؟ به خاطر وفات. وفات کی؟ به هر حال دیگه حالا وفات دختر پیغمبر اکرم. منتها به کار مردم دیگه کار نداشته باش. امشب عرش خدا گریه میکنه. آره والا مثل اون یارو. عطاپگی بفهمی خواهش میکنم. حالتون خوبه قربان. محمد دو خوبم. خواهش میکنم. جناب آقای عطاپگی خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت بکنم. انشاءالله که هر چیزی بیشتر نمیدونم ولی خب آرزو میکنم که خب ایران آزاد بشه و تشریف بیارید ایران. خدا شاید ما دوست داریم برگردیم ایران و تشریف بیارید ایران و همه بگیم عطاپگی تارش گیر تو کسی خارش. بفهمی خواهش میکنم. آقای عطاپگی سلام. سلام. چی کار میشه با اینا کرد؟ اینا رو قربان خودشون با خودشون کردن. اینا شما بفهمی. بله ایشون مثل زیادی خوردن. شما بفهمی. بفهمی. شما هم زرنگ هستن. شما جمهوری اسلامی آری یا نه؟ جمهوری اسلامی آری یا نه؟ بله مثل این. بفهم. کامیل شد تلفنمو قطع کردی. شما بفهمید. شما بفهمید. آقای عطاپگی؟ بله. عطاپگی بفهمید شما. نه برو بابا بفهمید خواهش میکنم. خب یه چند لحظه آشاز بدیم به این عزیزانی که پای تلفن خودشون و جامعه خودشون و زندگی خودشون و جهت آباد خودشون رو به شوخی و مسخره گرفتن. عزیز درود بر شما. بفرمایید خواهش میکنم. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم. این کامران تریاک بفرمایید خواهش میکنم. منظورم داغ است. ای داد بیداد شما ولکن نیستیم. بفرمایید. بابا سلام علیکم. حالتون چطور است؟ ای بابا حالا شما اگه لهجه مخصوص به خود ندی نمیشه.